پروردگارا تویی که این ریش گذاشتی و گفتی اعفوا اللحا، امرت معظمه، امرت کبیره، امرت بزرگه، کوچک نیست. به امر بزرگی دستور دادی و اون کسی که سرپیچی میکنه از اون بزرگ سرپیچی میکند. اون کسی که داره دستور میده بزرگه، دستورش هم بزرگه، و اون کسی که سرپیچی میکنه ذلیله، خاره. و اگر من میخوام این کار رو انجام بدم به خاطر اینکه تکبیرت بگویم پروردگارا، کلامت، امر، دستورت رو سر و چشم بذارم. اگر گفتی حرام، نگاه به نام حرام، حرام موسیقی گوش بدم، حرام فلان کار انجام بدم، رو سر چشم پروردگارا. تکبیر بگوید در شرع، تعظیم بگوید خدا را در شرع، در دینش. چون تو گفتی پروردگارا. انسان همیشه، من گفتم و بازم میگم، انسان نگاه کوچیکی گناه نکنه، نگاه اون عظیم و اون کبیری که داره سر نماز هی میگه الله اکبر و سر به ذلت میذاره و رکوع و سجده، در شرع خدا را هم باید تعظیم بگویه. نگاه کوچیکی گناه نکنه، نگاه اون عظیمی بکنه که ازش سرپیچی میکنه. اگر کبیر خدا، اگر خدا بزرگ زینه دارد، نباید حرفشو زیر پا بذاری، حرفشو پشت گوش بندازی. حرفشو باید چیکار بکنی؟ سمعنا و اطعنا، یا سمعنا و عصینا. سمعنا و اطعنا، انسان باید بشنوه و عمل بکنه، نه اینکه بگه عصینا مثل یهود و بنی اسرائیل بشه. این تکبیر خدا در شرعشه. پس این 4 نوع تکبیر در مسائل علمی از توحید ربوبیت، اسماء و صفات، خدا را تعظیم بگوید و هیچ کسی را با خدا قیاس نگیرد و همیشه بیاد داشته باشد که خداوند او را میبیند و میشنود و به حالش آگاه است. چنانچه به حال یونس علیه السلام آگاه بود وقتی که در شکم ماهی زندان شد و اونجا تسبیح خدا گفت، سبحانك اللهم، وقتی که گفت اللهم لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، پروردگارا تو پاک و منزهی، من ظالمم، من ظلم کردم. تقصیر از خودش دید و اینقدر این ذکر را تکرار کرد که اون ماهی او را پرت کرد به ساحل و خداوند بعد شفاش داد. خدا حبسش کرد، خدا این مصیبت را بهش دچار کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به سوی خدا بر بگرده و اینقدر ناامید و مایوس از رحمت الهی نشه، چون مایوس شده بود. قومش دعوت میداد، میگفت که قومم هدایت نمیشه. همیشه حسن ظن به امت اسلام داشته باشید، نه بدبین. مثل خیلی ها میگن امت گناه میکنن، امت مشروب میخورن، امت نمیدونم فلان. همیشه خوشبین باشید. من قال هلك الناس فهو اهلكهم، در روایت فهو اهلكهم. کسی بگه مردم هلاک شدن، او اونها را هلاک کرد، چون وظیفت ابلاغ کردن، تبلیغه. اینکه بکنن یا نکنن، هدایت بشن یا نشن، دست تو نیست. وظیفه تو ابلاغه. وظیفه ما به عنوان داعی ابلاغه. پیش خدا عذر دارن ندارن دست خداست، دست ما نیست. ما مسئول حساب و کتاب نیستیم. ما باید وظیفمون انجام بدیم و خوشبین باشیم. یونس علیه السلام خداوند امتحان و ابتلاش کرد به خاطر اینکه عجله کرد در برداشت، توقع داشت که دیگه خلاص حرفشو گوش بدن. چون گوش نداده بودن دیگه ترکشون کرد. نباید داعیه مایوس بشه از رحمت الهی، باید خوشبین بشه به رحمت الهی. یا خودش هلاکشون کرده مردم را با پشت دادن به مردم، انزوا و گوشه‌گیری، یا خودش هلاکتر از مردم، بدتر از مردم، به خاطر ضعف ایمانش در مقابل خدا، به خاطر عدم اعتماد و توکلش به خدا، به خاطر عدم خوشبینی و حسن ظنش به خدا. و همیشه بدونید والله عند حسن ظن عبده به، همیشه خداوند در گمان نیک انسانه. اگر من ملتزم دین شدم، اهل نماز شدم، اهل قیام و تهجد شدم، به این که خداوند نصرتم میده، کمکم میکنه، خدا همونطور با بنده برخورد میکنه. خداوند سکینت و آرامش و طمأنینه بر قلبش نازل میکنه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خدا آرامش میکنه. اما این که بگه الان من کی اصلاح میشم، الان من کی با ایمان میشم، الان من کی با تقوا میشم، الان من، و تلاش نکنه بر این کار، این شخص گمان نیکی به خداوند یک تا نداره. پس تکبیر بگوییم، خدا را تعظیم بگوییم در علمی که نسبت به خدا داریم، به نسبت اسماء و صفات و ربوبیتش. چه میخواد آفرینشش باشه، چه رزقش، چه تدبیرش، چه حکیم بودنش، چه علیم بودنش، چه حلیم بودنش. همیشه باید بدونیم حلمی که خدا نسبت به ما داره، صبری که داره خدا، ماها نداریم. خداوند حلیم بردباره. اینقدر بندگان معصیتش میکنن ولی که همچنان خدا مهلتشون میده. ما هم این چنین چیزی خدا از من خشمگین نشیم، ناراحت نشیم، بر بهمون نخوره، عفو بکنیم، صفح بکنیم، ببخشیم، بیامرزیم، همونطور که دوست داریم خدا هم با ما رفتار بکنه. پس خدا رو باید تکبیر بگوییم در اسماء و صفاتش و در ربوبیتش. خدا رو باید تکبیر بگوییم در الوهیتش، در بندگیش.
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جایی که معصیت خداست هیچ وقت خدا را ناراض نکنیم با اون معصیت، اطاعت از خدا بکنیم، عبادت خدا بکنیم، عبادت و اطاعت از خدا را با اطاعت از هوای نفس و شیطانمون عوض نکنیم. این تکبیر خداونده در عبودیت و بندگی و توحید و الوهیت. و تکبیر بگوییم خدا را در قضا و قدرش راضی باشیم به قسمت‌های تلخ و شیرینش. و آخریش هم در بحث تشریعاتش بوده که همیشه خدا را تکبیر و تعظیم بگوییم و حرفش رو سر و چشم بذاریم و همیشه بدونیم اون چیزی که ازمون خواسته بهترین ها بوده. اون چیزی که خداوند از تشریعاتش، از امور دینی، اگر نماز گفته، اگر شکل و هیئت بوده، از قیافه بوده، از نماز و سنت بوده، از ذکر بوده، از رفتار با پدر و مادر بوده، از خوشرفتاری با مردم بوده، هر چیزی که شرع ازمون خواسته بهترین ها بوده. هیچ سخنی دیگه بهتر از سخن خدا نیست.